دوستان گرامی درود. امیدوارم حال همگی خوب باشه. گفتار چهارم رو از دوره آنلاین جیوتیش شاسترا یا کیهان شناسی و ستاره شناسی ودایی موسوی هستم آغاز میکنم. در گفتارهای قبلی پرداختم به بحث اینکه ستاره شناسی چیست اصلا، و بعد پرداختم به تاریخچه و فلسفه ستاره شناسی ودایی یا جیوتیش، و بعد در گفتار سوم پرداختم به رویکردهای متفاوت ستاره شناسی ودایی. و حالا در گفتار چهارم در هفته دوم میخواهم بپردازم به یک بحث بسیار مهمی که در جیوتیش به ویژه مهم هست و تفاوت عمده ایجاد میکنه اینجا بین ستاره شناسی ودایی و دیگر دسته های گروه های ستاره شناسی، و اون دوره های زمانی و تعریف زمان هست در جیوتیش. خب البته اینجا من اشتباها بخش سوم نوشتم، بخش چهارم باید بعدا اصلاح کنم. خب اما نوشته‌ای دارم که از قبل اینو نوشته بودم و منتشر نشده تو این جزوه و کتاب که دارم تهیه میکنم در زمینه جیوتیش. این رو آوردم و تحت عنوان مفهوم زمان در وداها و آیین هندو. البته یه تفاوتی هست بین وداها و آیین هندو که وداها دوره گذشته تری هست از هندو. دوره ودایی وقتی میگیم یعنی دوره‌ای که حدوداً بین 4000 تا 6000 سال پیش رو شامل میشه، یا بگیم درست تر بگیم بین 3000 تا 6000 سال پیش. البته خود هندی ها حتی تا 12000 سال هم میبرن عقب که نمیتونم بگم اشتباهه، ولی سند نداریم روش، اسنادی نداریم. مثلا فرهنگ ایرانی رو هم ما میدونیم که بسیار کهنه، یعنی حداقل تا 8500 سال شما سند داریم در مورد فرهنگ ایرانی و فرهنگ سیمرغی، به این دلیل که تمدن سیالک، اون شهری که در کنار کاشان یا همین جای کاشان امروز بوده که امروز تپه از او باقی مونده چون زیر اون تپه مدفونه اون شهر. اون شهر بزرگ اسمش رو میگیم سیالک، میرسه به 8500 سال پیش. البته ما تمدن‌هایی، حالا اسمش تمدن هم نگیم چون تمدن یعنی شهرنشینی، حالا به هر حال زندگی‌های جمعی رو به صورت روستاهای بزرگی که حالا اون زمان شهر بوده دیگه ما داریم در ایران که حتی تا 12000 سال پیش هم میرسه. مثلا تپه حسنلو داریم و یه سری جای دیگه که حداقل به 10000 سال پیش میرسه. آثاری داریم از زندگی بشر که به یک چیزی در حدود بین 500,000 تا 1,000,000 سال پیش میرسه. در ایران در نزدیکی بهشهر غارهایی هست که حتی معماری رو نشون میده توشون. ولی اون چیزی که ما ازش تحت عنوان تمدن یاد میکنیم یک سیستم اجتماعی پیشرفته‌ای هست که در اون سیستم اجتماعی پیشرفته مردم با قوانین مشخصی کنار هم زندگی میکنن و تابع یه سری قوانین اجتماعی هستن تو روابطشون و اقتصاد دارن، قوانین اقتصادی دارن، قوانین اجتماعی دارن، حکومت دارن، حاکمیت دارن و قوانینی مثل قوانین تملک دارن دیگه. از اون دوره کمون یعنی زندگی اشتراکی که در دوره غارنشینی و حتی دوره های اولیه کشاورزی بود که با هم اشتراکی
شکار میکردن، اشتراکی میخوردن، اشتراکی کشاورزی میکردن، اشتراکی برداشت میکردن، اشتراکی زندگی میکردن، رئیس هم نداشتن. از اون دوره گذری. حالا رئیس هم اگه داشتن به معنی پادشاه و یا خان و ارباب و اینا نبود که حاکم بر همه چیز باشه، صاحب همه چیز باشه. نه، رئیس بود در این جهت که یه عده فکر میکنه اون توانایی مدیریت بهتری داره، اون این عنوان میدادن که بهتر بتونه اشتراکشون عمل کنه. حتی در یه دوره‌های در ازدواج هم شراکتی بودن، هر کسی با هر کسی رابطه داشت توی جوامعشون. اونا میگیم کمون به معنای زندگی اشتراکی یا اجتماعی. حالا یه عده میگن که اصلا اون شکل پیشرفته ای از زندگیه، انسان باید دوباره بازگشت کنه به اون، ولی در یک تفکری و یه شهرنشینی و روابطی در حد خیلی پیچیده تر و بالاتر دوباره بازگشت کنه به همون کمون. از اونجا کمونیسم میاد بیرون، اسم کمونیسم از اونجا میاد دیگه. میگن که اعلی درجه زندگی اجتماعی بشر که خود رها میشه از خودخواهی ها و رها میشه از مالکیت فردی و رها میشه از تمناهای فردی، اینه که بعد در خدمت جمع قرار میگیره، میرسیم دوباره به کمون. ولی خب راه بسیار طولانی و شاید هم هیچ وقت حاصل نشه، ولی دوست داریم به اونجا برسیم و در اون جهت حرکت میکنیم، پیشرفت میکنیم دیگه. خب اما ببینیم مفهوم زمان که بنابراین بین 3000 تا 6000 سال پیش حداقل میگیم دوره ودایی که با همون دوره ارتایی یا سیمرغی ایران تطبیق میکنه، و بین از حدود 3000 3500 سال پیش دوره هندو شروع میشه. مذهب هندو در حقیقت شکل میگیره، دین هندو شکل میگیره. حالا اینکه هندو رو از دین بنامیم یا ننامیم بس، به هر حال هر تفکری که یه طبقه روحانی داره، اینا مناسک و آداب و اینا رو اجرا میکنن، بهش میگیم دین دیگه. ولی اینکه احکامی داشته باشن که اگر اون احکام رو اجرا بکنی میشه دیندار خوب، یعنی میری به بهشت و اینا، یا اجرا نکنی میبرند به جهنم و اینا، نه، همچین چیزایی توی هندو نداری. مثلا هر چیزی رو که عنوان میکنن توصیه‌ایه، حکم نیست. از این جهت شاید حداقل بتونیم بگیم با دین به معنای دین در مثلا فرض دین زرتشت یا دین اسلام، دین یهود، دین نمیدونم بهایی و این ادیان، این دین مسیحی و اینا فرق داره، یعنی آزادی بیشتری داره انسان توی دین هندو، آزاد. خب ببینیم حالا اولا که اینجا گفتم زمان دوریه در وداها و آیین هندو. یعنی چی دوریه؟ ببینید ما یعنی دواره، دایره دوریه. یعنی چی؟ یعنی اینکه ما یه نگاه به زمان داریم، بهش میگیم نگاه خطی یا علمی، که میگه ما یه نقطه آغاز داریم، یه نقطه پایان داریم و بعد در این خط آغاز و پایان ما داریم حرکت میکنیم و زمان دور نمیزنه برگرده سر جای اولش. زمان در طول یه خطی ممتد ادامه میده و به این دلیل هم هست که توی نگاه خطی یا علمی اون کسانی رو که در مثلا 3000 سال پیش زندگی میکردن از ما عقب‌تر میدونن. میگن به هر حال ما هر چقدر که بعد عمل بکنیم، امروز ما پیشرفته تر از انسان 100 سال پیشه. امروز ما جلوتر و پیشرفته تر از انسان
1000 سال پیشه. این نگاه خطی و علمیه به زمان. ولی توی نگاه دیگری به زمان که بهش میگیم نگاه اسطوره‌ای یا اساطیری، توی این نگاه میگه که زمان خطی نیست، دایره‌ایه. و شما یه دایره‌ای طی میکنی از ابتدای زمان، دور میزنی، دوباره وقتی میرسی به اون نقطه‌ای که شروع کردی میشه پایان زمان و بعد دوباره دایره دیگری رو شروع میکنی. ولی هیچ کدوم از این دایره ها شکل دایره قبلی از نظر جزئیات نیست. دلیلی هم که میارن تو این اندیشه اساطیری بر دایره بودن زمان، دوار بودن زمان، این هست که شما وقتی به طبیعت نگاه میکنید، در طبیعت زمان دایره‌ایه. شما وقتی به یه سال نگاه میکنید، و همین کره زمین خودمون از بهار شروع میشه، میره به تابستان، میره به پاییز، میره به زمستان، دوباره میشه بهار. پس یه چرخه دایره‌ای رو داره به ما نشون میده و کره زمین به دور خورشید دایره‌ای میچرخه، خورشید به دور یک مرکز دیگری دایره‌ای میچرخه و همه حرکت ها که زمان توی اون تعریف، چون زمان با حرکت تعریف میشه و حرکت هم با زمان تعریف میشه. یه بحث پیچیده‌ایه که در مثلا ما چون من تخصصم معماریه دیگه، ما تو معماری هم داریم این بحث. وقتی از مبانی نظری معماری صحبت میکنیم میرسیم به یه جایی که از بعد 4 صحبت میکنیم، میگیم طول داریم و عرض داریم و ارتفاع، 3 بعد فضا مکان. ولی چی به این مکان روح میبخشه و زندگی میبخشه و اونو تبدیل میکنه به فضای معماری؟ حرکت انسان در زمان. تا وقتی یه انسان توی این فضا نمیاد، حرکت نمیکنه و زمان تو اونجا زنده نمیشه که میگه بعد 4، اون فضا فضای معماری نمیشه. و زمان هست که جان میبخشه به کیهان و هستی و زمان در چه صورتی حس میشه و ایجاد میشه؟ در صورتی که یک موجودی حرکت میکنه. ولی این حرکت در قالب همون زمانه. زمان وجود داره به صورت بالقوه ولی حس نمیشه تا زمانی که یه حرکت ایجاد بشه. یه حرکت که یه موجودی از نقطه A به نقطه B حرکت کنه. زمانی که از A به B من حرکت کردم رفتم، وقت زمان اون موجودیت بالقوهش تبدیل میشه به موجودیت بالفعل، وقت حس میشه. خب هر چیزی در آن باید تا زمانی که حرکت اتفاق نیفته حس نمیشه. مکان هم همینطوره. خب اینجا گفتم که از روزگار باستان دریافت هندیان از زمان همچون چرخه های دوری بوده است که تکرار نظام های مختلف از تکرار روز گرفته تا سال را شامل میشه. همین شبانه روز شما نگاه کن. شبانه روز هم همینه دیگه. شبانه روز شما طلوع خورشید دارید، بعد میاد میشه ظهر، بعد میشه غروب، بعد میشه شب، بعد دوباره میشه صبح طلوع. همینجور یه چرخه دوری دواره، چیزی جزئی نیست. خب. و کل نظام کیهان رو هم باز میگه چرخه تولد مرگ باز تولد داره. به این میگیم سمساره. به این چرخه تولد مرگ باز تولد یا باززایی یا زایش مرگ باززایی، زایش مرگ باززایی، به این قانون، به این چرخه میگیم چرخه سمساره. سمساره و تلفظهای دیگه هم ازش داره. سانسارا هم میگن، سانسارا هم میگن، سمساره.
پس به چرخه زایش مرگ باززایش یا باززایی میگیم سمساره. کل دنیا دوچار این چرخه است، از این چرخه رها نمیشه و این تا بی نهایت ادامه داره. حالا یه بخشی از معنویت و افکار و دانش هندوها و البته قبل از هندوها ودایی ها اصلا در این جهت حرکت کرده که چگونه ما میتوانیم از این چرخه رها بشیم. مثلا بودا اومده راه رهایی از این چرخه رو بیان کرده و اصلا اسمی هم از خدا نمیاره، کاری از به خدا هم نداره، میگه اصلا اون مهم نیست راجبش بحث کنیم. میگه مهم اینه که ما اینجا هستیم، در این دنیا هستیم و این دوچار این چرخه هستیم و رنج و عذاب میکشیم. چگونه از این رنج و عذاب میتوانیم رها بشیم و بعد که از این رنج و عذاب رها شدیم از اون چرخه رها خواهیم شد. بودا تمام حرفش رو همین که چگونه از این رنج و عذاب و این چرخ و کسی که از این رنج و عذاب و از این چرخه رها بشه اسمش رو میگم بودا بودهیساتوا، یعنی رها شده. بودا یعنی رها شده. خب و تو فرهنگ‌های دیگه هم داریم، تو ایران هم به نوع دیگری در قالب دیگری این حرفا عنوان میشه و بیان میشه و چگونه رها شدن و در شکل‌های مختلف تو فرهنگ‌ها مختلف و هندوها هم دارن این بحث. مثلا من تو کتاب شیوا سوترا که یکی از مهمترین کتاب‌های معنوی جهانه، آموزه های شیوا خدای هندو، به یکی از اساتید بزرگ معرفت هند در کشمیر واسوگوپتا بوده. اون اومده اینا رو در قالب یه جملات کوتاهی از شیوا بیان کرده و من اونو از سانسکریت ترجمه کردم به فارسی و انگلیسی منتشر کردم، رو وبسایت هم هست میتونید تهیه و یه دورم گفتارهایی رو روی این شیوا سوترا و این جملات و اصلا آفرینش هندو و بعد اینا ضبط کردم که اونم رو وبسایت هم هست، میتونید دانلود کنید گوش بدید و رو اینستاگرام هم گذاشتم. خب توی اونجا هم اصلا شیوا آموزش میده که طی 3 بیداری اصلی یا 3 آگاهی یابی شما میتونید از این چرخه رها بشید و در نهایت به کجا میرسید؟ به عنوان یک روح خادم و مسئول و خدمتگزار بازگشت میکنید دوباره به کیهان و هستی آفرینش و به جامعه و شروع میکنید به خدمت کردن. رهاییتون تو خدمت، یعنی اون وقت میایید به عنوان یک آموزگار، به عنوان یک خدمتگزار شروع میکنید به خدمت کردن به آفرینش. نه اینکه بگیم روح میشیم و دیگه نیستیم و اینا، نه، اینا قصه های عوامانه و سطحی از رهایی اینه که انسان احساس بکنه که داره خدمت میکنه و در این خدمتش داره رهایی میبخشه به دیگران. اون وقت اون همیشه در شادی مطلق به سر میبره، چون هدف هستیم. در شادی مطلق به سر میبره و آرامش مطلق. یک چنین انسانی رهاست. خب اینجا من گفتم که در زبان سانسکریت واژه کالا یا کالا دلالت بر زمان دارد. هندیان پذیرفتند که زمان و خلقت در دوره‌های تکراری حرکت می‌کند. خاستگاه این ایده ممکن است از مشاهده چرخه سالانه تغییر فصول مشتق شده باشد. درما، شاسترا
یعنی علم زمان. تقسیمات مختلفی از چرخه زمان را مانند مهورتا حدوداً 48 دقیقه و یوگا ارائه میده. مهورتا یعنی همون چیزی که ساعت، در حقیقت ساعت زمانی هندی هست، حدوداً 48 دقیقه است، میگم مهورتا. و یوگا یعنی دوره های زمانی. حالا دوره های هر یوگا اسمای متفاوتی به کنارش قرار میگیره. مثلا میگیم فرض کالی یوگا یا دوره های متفاوت، کرتیا یوگا. هر کدوم از این دوره ها یه بازه زمانی رو شامل میشه و یه خصوصیاتی داره که حالا الان میخوایم بیانش. مهورتا از 30 کالا تشکیل شده، یعنی یک 48 دقیقه که گفتیم 30 کاله، یعنی 30 تا دوره، 30 تا زمان کوچکتر دوباره تشکیل. هر یک از اینها از 30 کاشته تشکیل شده، کاشته، که هر یک از اینها زمان هستن و با 15 بار چشمک زدن ایجاد شدن. به همه چیزش با طبیعت و با خود انسان ارتباط داره. نیومدن بگن که قرار دادیم مثل زمان علمی که اومدن شعبان روز گفتم 24 تا 24 تا رو میگیم هر کدوم 60 تا، دوباره اون 60 تا رو میکنیم 60 تا، اینجوری. بعد حالا ریزتر از ثانیه هم الان تو کرونومترها مثلا یه دونده میدوه میگیرن، یا یه ماشین اتومبیل تو خط مسابقه است عبور میکنه میزن. نه، اینا چند صدم ثانیه، مثلا یه ثانیه رو به 100 قسمت کرد یا به 1000 قسمت کرد. نه، اینا با چشمک زدن انسان، با چرخش زمین به دور خورشید، چرخش ماه به دور زمین و زمانهای خاصی که ایجاد میکنه، یعنی با خود طبیعت اینا رو درست کردن، طبیعی. ویشنو که یکی از خدایان است در هر روز برهمایی 10,000 بار پلک‌هایش را به هم میزند و هر پلک به هم زدنی 12,000 سال خدایی است که هر یک از این سالها دوباره شامل 360 سال بشری میشه. چنین انبوهاتی که از اعداد مطرح میشود از مرز تجریدات بشری فراتر میرود. بدین صورت زمان چون دشمنی تصور می شود که باید از آن گریخت. از این رو زمان همه چیز را می پزد، یعنی نابود می کند، ولی تنها زمانی می توان به مبدأ اساطیری زمان پیوست که داننده ودا باشه. یعنی چگونه حالا میتونیم از این زمانهای جزئی و بزرگ و کلی و جزئی و غیره رها بشیم و به مبدأ زمان که بی زمانیه برسیم و رها بشیم از این قیود و بندها. گفته میشه که باید داننده ودا باشیم، داننده دانش باشیم و دانش داشته باشیم، دانشی که بر اجزای هستی احاطه داشته باشیم، بر درون خودت و ارتباطت با این آفرینش. و تمام همت هندی مصروف به گریختن از بند سمساره به چرخ زایش دوباره است که به علت کارما زیستکار، یعنی آثار اعمال پیشین بر گردش در آمده است. گردش دورانی آفرینش و زمان ویرانگری جهان هر یک دوره کامل و به اندازه 100 سال از زندگی برهماست. در پایان این دوران همه جهان، برهما، خدایان، فرزانگان، اهریمنان، انسان‌ها، حیوانات و اشیا در انحلال بزرگ جهان یعنی مها پرالایا حل می شوند. هر انحلال بزرگ 100 سال در همه، یعنی دارمایی است به دنبال دارد و با پایان گرفتن آن به رحمایی دیگر زاده میشه. یعنی تمام بشو نیست، یه به رحما میاد، زندگی میکنه، تموم میشه، به پایان میرسه، دنیا از هم میپاشه، دوباره به رحمای دیگری
متولد میشه، ظاهر میشه. خب این نظام به بخش‌ها و دوره‌های فرعی بسیاری تقسیم می‌شود که مهمترین آن کالپا یک روز برهمایی است که 4,320,000 سال داشت. 4,300,000 یک روز زندگی برهما یعنی چی؟ اول اینو بگم، نگفتم. یعنی ما 3 وجود اصلی داریم توی تفکر هندو که اینها از کجا آمدن؟ از خدای آفرینش برهمن اینا شکل گرفتن. یعنی 3 جلوه اصلی داره برهمن که 3 جلوه اصلی داره. این 3 جلوه اصلی کیا چه موجوداتی هستن؟ یکیش برهما هست که آفریننده است و چه آفرینندگی خداونده. دیگری ویشنو هست که حفظ کننده و حافظه و چه حفظ کننده و حافظه آفرینش. و دیگری شیوا هست. شیوا وجه فنا کننده و نابود کننده است. این 3 وجه اصلی برهمن هستن که کل جهان هستی رو آفریدن و دارن کنترل میکنن. پس آفرینندگی، نگاهبانی و نگاهداری و فنا کنندگی و نابود کنندگی. اما نابودی که دوباره در پیش چیه؟ آفرینشه. این نابودی هیچ وقت انتها نیست، در پیش دوباره آفرینشه. برای همین هر چیزی در این هستی از دید فرهنگ ودایی انتها نداره. یه زایش داره، یه زندگی داره، یه مرگ داره. دوباره اون مرگ در پیش چیه؟ زایش. این انتها نه، این چرخه ادامه داره. خود برهما یا اون وجه آفرینندگی خداوند هم زندگی داره که زایش داره، زندگی داره، مرگ داره. دوباره باز برهمای بعدی زاده میشه. ولی هیچ کدوم از این دوره های بزرگ کیهانی که بهش میگیم زندگی برهمایی یا برهمنی، این هیچ وقت تکراری نیست. یعنی این نیست که دنیاهایی که قبلا شکل گرفته بوده شکل همین دنیای الان بوده. نه، فقط اون دور کلیش شکل همه. مثل سال، امسال سال 1401 هجری خورشیدیه، از لحاظ کلی با سال 1400 خورشیدی هیچ تفاوتی نداره. شروع بهار داره، فصل بهار داره، تابستان داره الی آخر. ولی از نظر جزئیات هیچ چیزش شکل سال 1400 نیست، فرق میکنه همه چیزش. حالا اینا رو من اینجا آوردم براتون که هر چرخه یوگا 4,320,000 ساله که بهش میگیم چاتور. یعنی چاتور یعنی 4 دوره. چاتور یعنی 4 دوره. هر یوگا ماهایوگا، بهش میگیم ماهایوگا. 4,320,000 ساله یک ماهایوگا 4 بخش داره که بهش میگیم چاتور، که اون هر کدوم از اون بخشا رو حالا بهتون میگم چقدر زمان میبره، مساوی هم نیستن. اینجا من به طور دقیق محاسبات دقیق دوره‌های زمانی رو دادم که خلاصه کردم براتون. خیلی دقیق محاسبه کردم، امروز اتفاقا اینو انجام دادم، اضافه کردم اینجا. دوره‌های زمانی که توی آفرینش وجود داره توی فرهنگ ودایی و ستاره شناسی جیوتیش میگه که یه دوره مهایوگا یا دوره بزرگ داریم که 4,320,000 سال. یک مهایوگا یعنی همین 4,320,000 سال. چاتور یوگا یعنی 4 دوره داره. 4 دوره داره یک مهایوگا.
حالا اینکه این چاتوریوگه ها چی هستن بعداً بهش برمیگم، چون اینجا نمیخوایم بحث رو سختش کنیم. یه بعد دوره دیگری که داریم منونترست. منونترا یا منونترا 71 چاتوریوگه است یا 71 مهایوگه. یعنی یک مهایوگه یک چاتوریوگه یا 4 دوره‌ای بود دیگه. خب یه منونترا 71 مهایوگه است. پس 71 رو ضرب در 4,320,000 سال کنیم میشه 360,720,000 سال زمینی. پس یه منونترا 306,720,000 سال میشه. این دوره بعدی. هر یک از این منونتراها یه منو یا یه مانو، یعنی یه پیر یا استاد بزرگ داره که بهش میگن مانو یا پاتریارک فکر کنم. استاد اعظم داره که اون دوره رو هدایت میکنه. هر یک از این 306,720,000 سال یک مانو داره. یک موجود بزرگی است که اونو هدایت. بعد به دوره بعدی میرسیم توی ستاره شناسی ودایی یا جیوتیش، بهش میگیم کلپا یوگا. در ما ازش صحبت کنیم. کلپا یوگا 4 تا منونتر است. 14 تا منونتر است. هر کلپا یوگا 14 تا منونتر است. هیچ جایی این چنین چیز مدون و ساده شده نمیتونیم پیدا کنیم. خیلی کار کردم که اینو براتون ساده بکنم اینا رو. پس یک کلپا یوگا یا دو یوگا یعنی دوره دیگه. دوره کلپا میشه 4 میلیارد و 14 ضرب در این میشه 4 میلیارد و 294 میلیون و 80,000 سال زمینی. 4 میلیارد و 294 میلیون و 80,000 سال زمینی. خب گفتم که در پایان هر منونترا تا آغاز منونترا بعدی یک دوره سکوت وجود داره. یعنی یه منونترا، یعنی این 306 میلیون خورده‌ای که تموم میشه یه دوره سکوت داریم که بهش میگیم دوره صمدی یا دوره پیوند و بهش کرتا یوگا هم میگن. کرتا یوگا یا کریتا یوگا بهش گفته میشه که اون دوره سکوت طی میشه، سکون طی میشه، بعد منونترای بعدی شروع میشه. ولی برای این مهایوگه ها که 4 میلیون خورده سال بودن اونا دوره سکوت نداره. فقط بین منونتراها وقتی تموم میشن 306 میلیون سال طول میکشه تا منونترای بعدی یه دوره سکوت داریم که حالا اون دوره سکوت رو بهتون میگم شاید. و یک کلپا که اینجا گفتیم 14 منونترا بود، یک کلپا 14 منونترا بود که میشه 4 میلیارد و 294 میلیون سال. 1000 چاتوریوگه است. خب یک کلپا 1000 چاتوریوگه است که 4 میلیارد و 320 میلیون سال میشه. اینجا اینو حذف باید بکنید. اینو من اون کریتیهش رو حساب نکردم. صمدیش رو حساب، صمدی بهش باید اضافه بشه. اینو باید پاکش کنم. اینو بایدتون باشه در نظر نگید. یک کلپا 1000 چاتوریوگه است که میشه وقتی چاتوریوگه ها هم هر 4 تاشون میشد به خدمتتون عرض کنم که یک مهایوگه 1000 چاتوریوگه است. یعنی یک کلپا میشه 1000 تا ضرب در 4 میلیون و 320,000 سال.
یه چاتوریوگه یا یک مهایوگه و 4,320,000 سال. یک کلپه 1000 مهایوگه یا چاتوریوگه است، میشه 4,320,000,000 سال یک کلپه. خب حالا من اینجا محاسبه کردم که خب وقتی 4,320,000,000 سال میشه یک کلپه و اینجا هم گفتیم که یک کلپه یوگه 14 تا منوانتره هست، 14 تا منوانتره میشه 4,294,000,000 سال. بعد اینجا خود ستاره شناسا یا فرهنگ ودایی به ما میگه که 1000 مهایوگه است، یعنی میشه 4,320,000,000. پس ما 13 تا صمدی داریم بین این 14 تا منوانتره. این 13 تا صمدی رو من حساب کردم. وقتی این 4,320,000,000 سال رو منهای 4,294,000,000 سال کنیم یه عددی در میاد که اون عدد رو تقسیم بر 13 تا فاصله بین منوانتره ها بکنیم معلوم میشه که هر کدوم از این دوره های سکوت یا صمدی یا کریتا یوگه ها میشه چقدر؟ 1,993,000 سال. 1,993,000 سال این زمانهای سکوت بین منوانتره هاست. خب اینو حالا داشته باشیم. بعد میخوام یه جایی بیام بهتون نشون بدم که میخوام بگم میتونیم یه اصلاحاتی هم الان ما توی محاسبات اساتید بزرگ جیوتیش سابق داشته باشیم. همونطور که من توی ستاره شناسی ایرانی وقتی بحث کردم ورود کردم یه جایی اومدم یه اصلاحاتی روی محاسبات ستاره شناسی قبلی که ارائه کرده بودم مثل اوریان بیرونی و خدمتتون عرض کنم که حاجی نصیر طوسی و فرنبق دادگی نویسنده بندهش رو اونا یه اصلاحاتی من زدم، یه جایی محاسبه کردم اصلاح دقیق‌تر، آمار و ارقام دقیق‌تر ارائه کردم یا نظر دیگه ای دارم. خب گفتیم یک کلپه چقدر شد؟ 4,320,000,000 سال. این یک کلپه رو ستاره شناسی ودایی میگه که یک کلپه که 4,320,000,000 ساله یک روز برهماییه. برهما گفتیم کیه؟ آفریننده آفرینش، اونا میگن مهندس آفرینش. یک روزش، نه شبانه روزا، یک روزش و یک شبش هر کدوم میشه یک کلپه زندگی برهما. پس یک روز یعنی 12 ساعت ما اینجوری حساب کنیم میشه یک کلپه برهما، یعنی 4,320,000,000 سال. پس یک شبانه روز برهما آفریننده آفرینش چقدر میشه؟ 2 ضرب در 4,320,000 سال میشه 8,400,000,000 میشه 8,640,000,000 سال. اینجا یه خطای نوشتاری دارم که بعدا اصلاحش میکنم، چون توی این چیز من نوشتم، همین نوتپد نوشتم گذاشتم اینجا یه خورده هم ریخت، حالا بعد اینا اصلاح میشه. خب پس اگر یک شبانه روز برهما آفریننده آفرینش 8,640,000,000 ساله، توی ستاره شناسی ودایی میگه تعداد روزهای یک سال برهمایی هم 365 روزه عین ما. ببینید اینا تکرار میشه، یه هندسه تکرار شونده است. اینم عجیب نیست، اینم از آفرینش در اومده. شما توی آفرینش نگاه بکنید ما یه هندسه های بنیادینی داریم که اینا هی تکرار میشه. مثلا رو پوستتون وقتی با ذره‌بین نگاه بکنید ببینید یه هندسه‌ای داره که تکرار شده. سلول هامون شکلای مشخص هندسی و دقیقی هستن که تکرار میشن و اصلا بنیان آفرینش بر یه هندسه های تکرار شونده است.
توی معماری ما اصلا یه شیوه معماری داریم بر این اساس که بر اساس این هندسه های تکرار شونده طراحی میکنن. خب حالا پس 1 سال به رحمایی میشه چند سال؟ 365 روز بود دیگه. 365 روز ضرب در 8 میلیارد و 640 میلیون سال میکنیم. پس 1 سال به رحما آفریننده جهان هستی میشه 3 تریلیون و 153 میلیارد و 600 میلیون سال زمین. 3 تریلیون یعنی 3000 میلیارد سال زمین. خب حالا میرسیم به جایی که در مورد عمر برهمن صحبت شده. برهما یکی از جلوه های برهمنه. برهمن اون خدای آفرینشه. برهما یکی از 3 جلوه اصلیش بود دیگه. البته جلوه های دیگه هم داره برهمن. مثلا یکی یه جلوه دیگهش آتماس روح آفرینش، روح کلی که ما به اون روح کلی میگیم جانان. عرب ها میگن جبرئیل و اینا میگن آتما. و روح ما پارا آتما، یه روح جزئی از اون روح کلیه. آتما روح کلی آفرینشه، روح ما پارا آتماست یعنی روح جزئیه. ما هم توی فارسی به این روح جزئی میگیم جان، به روح کلی آفرینش میگیم چی؟ جانان. خب عربان به اون روح کلی میگن جبرئیل یا روح القدس. به هر یک از این روح های جزئی میگن روح. خب حالا بگیم عمر برهمن یا همون برهما چقدر؟ 100 ساله. یه بازه 100 ساله داره این عمر که 100 سال برهمایی که میشه عمر برهمن خدای آفرینش، میشه در اصل ظهور خدای آفرینش که میگیم برهما. عمر برهماست در حقیقت. این چون خدای آفرینش که میشه خود این آفرینش که هیچ وقت نه ابتدا داره نه انتها، عمر نداره. ولی این مقطعش که ظهور برهما در این برش زمانیه، ظهور خداوند در این برش زمانیه، این 100 سال. 100 تا از چه سالی؟ از این 100 سال برهمایی. پس 100 رو ضرب در 3 تریلیون سال میکنی میشه 100 ضرب در 3 تریلیون و 153 میلیارد و 600 میلیون سال. کل عمر برهما یا برهمن در این دوره میشه، در این جهان میشه 315 تریلیون و 360 میلیارد سال. 315 تریلیون سال یه دوره آفرینش طول میکشه. 315,000 میلیارد سال. حالا اون خورده هاشو یه 360 میلیاردش گذاشتم کنار. این محاسبات دقیقی که من از منابع اصلی جیوتیش آوردم خدمتتون. خب حالا برگردیم به اون بحث مهایوگه که اول آوردم. گفتم یه مهایوگه که آغاز محاسباتمون بود. یه مهایوگه یعنی کوچکترین دور آفرینش 4,320,000 سال بود. خود این مهایوگه به 4 بخش تقسیم میشه، چون گفتیم اسم دیگه مهایوگه رو میگیم 4 دوره یا چاتوریوگه. دوره اول این مهایوگه بهش میگیم کریتی یا کریتا یوگه یا دوره طلایی. 1,728,000 سال طول میکشه. پس یکی از این 4 تا میشه 1,728,000. دوره دوم، بخش دوم از مهایوگه که به 4 بخش تقسیم میشه بهش میگیم ترتا یوگه، دوره نقره‌ای. 1,296,000 سال.
و دوره سوم دوآپرا یوگا، دوره برنزی یا مس 864,000 سال و دوره چهارم که بهش میگن کلی یوگا و دوره آهن 432,000 سال طول میکشه. حالا طبق محاسبه آریاباتیا، یادتون باشه توی گفتار دوم جلسه اول هفته اول من رسیدم به جایی که ستاره شناسان بزرگ ودایی یا هندو رو که تأثیرگذار شده بودن روی تکامل نجوم ودایی یا ستاره شناسی ودایی اسماشون و اثراتشون رو آوردم. دومین ستاره شناس بزرگی که اونجا آوردم تو جدول آریاباتیا بود که کتاب مهمش به اسم همین آریاباتیا جیوتیش بود که اونجا توی جیوتیش و ودانگا اینجا گفته شده اشتباه، توی آریاباتیا ودانگا اومده بود تأثیرش رو گذاشته بود. محاسبه آریاباتیا که حدود به خدمتتون عرض کنم 1200 تا 1400 قبل از میلاد زندگی میکرده، میگه که ما از جمعه 18 فوریه سال 3102 پیش از میلاد وارد دوره چهارم از مهایوگا فعلی شده. چون این دوره های تکرار میشه دیگه، این مهایوگا ها تکرار میشه، کلپه ها تکرار میشه، همشون تکرار میشه، هیچ چیزی خطی هم نیست، همش تکرار میشه. این 100 ساله تکرار میشه همه، ولی هیچ کدوم شکل قبلی نیست. خب طبق محاسبات آریاباتیا، اینا محاسبات ذهنی نیست، این محاسبات از فواصل زمین و ماه، فواصل زمین و خورشید، اثراتی که از ستارگان دیگه دریافت میشه، به همین دست میگن ساید ریل. برای همینه چون اینا ستارگان توی آسمان رو نشان میکنن بر اساس جایگیری اون ستارگان و حرکتی که ما داریم نسبت به اون ستارگان محاسبه میکنن، میگن که انقدر سال طول کشیده، انقدر زمان برده تا یه دوره طی بشه. بعد توی این چون ما در چرخش هستیم و اینا مدام ثبت شده توسط این ستاره شناسان، تشخیص دادن که یه دوره کامل که ما چرخه کامل طی کردیم تا یه ستاره ای رو که در آسمان نشان کردن ما برسیم دوباره به اون، مثلا 4,320,000 سال طول کشید. و اون دوره بعدی هم همینطور، یعنی بر اساس نشانه گذاری های ستاره ای و ثبت هایی که کردن در آسمان به این اعداد رسیدن، نه اینکه بر اساس مسائل ذهنی و عقیدتی باشه. مثلا بحث ذهن و عقیده نیست. خب آریاباتیا پس میگه که این مهایوگا فعلی که ما درونش هستیم که قرار 4,300,000 این دوره چهارم مهایوگای فعلی که ما درونش هستیم، یعنی کلی یوگامون، گفتیم دوره چهارم، بخش چهارم از مهایوگا میشه چی؟ کالی یوگا. آریاباتیا محاسبه کرد، میگه که این کالی یوگای فعلی ما تو این که ما تو دورش هستیم از کی شروع شده؟ 18 فوریه سال 3102 پیش از میلاد کالی یوگا شروع شد. پس ما فعلا در کلی یوگا هستیم که دوره آهنه. لالا یکی دیگه از ستاره شناسایی که من تو اون جدول اسمش آوردم که در عصر براهما گوپتا، که اونم یکی از اینجا رو باید اصلاح کنم، گوپتا، اونم از ستاره شناسای بزرگی ودایی بوده، تو اون جدول هست. در شرح آثار آریاباتیا اونم باز محاسبه کرده به صورت علمی و دقیق بر اساس فاصله مدار ماه از زمین
به این نتیجه رسیده که آریاباتیا در مورد مدت زمان دوره ها درست گفته و اونم نتایج مشابهی حاصل کرده. لالا هم به نتایج شبیه آریاباتیا رسیده. منتها لالا اومده محاسبهش رو خیلی علمی و دقیق بر اساس فواصل مدار ماه از زمین قرار داده و به این نتیجه رسیده که آره ما دقیقاً تو کالی یوگا هستیم و در 18 فوریه سال 3102 پیش از میلاد ما وارد کالی یوگا، یعنی بخش 4 از این مهایوگایی که توش هستیم وارد شد. خب اما پژوهشگران دیگری هم بودن که در این زمینه نظر دادن. اینا من اینجا آوردم که بر چه اساس پژوهشگران اینو گفتن. بر اساس سوریا سیدانتا و ویشنو پورانا. این دوتا متن خیلی کهن هندی یا هندو هست که در مورد همین کالی یوگا و مهایوگا و اینها صحبت کرده و اون اساتید گفتن که در چه زمانی مهایوگا فعلی شروع شده، کی وارد عصر کالی یوگا میشیم، خصوصیاتش چیه، نشونهاش چیه. آریاباتیا و لالا بر اساس اینا اومدن این نظر رو دادن و لالا که رفته اصلا محاسبات دقیق علمی هم کرد. اما همونطور که اول گفتار گفتم متفکرین دیگه هندو هم هستن، یا هندو اگر نگیم به هر حال متفکرینی هستن که مثل شری یوکتشوار که در کتاب علم مقدس و همینطور شاگردش یا مریدش پارامانسا یوگاناندا که شهرت جهانی داره و 3 کتابش هم همسر من ترجمه کرده به فارسی، در وبسایت هم موجوده، میتونید تهیه کنید. در کتاب سرگذشت یک یوگی پارامانسا یوگاناندا اومدن اینا گفتن که نه، ما در سال 499 میلادی وارد کالی یوگا شدیم و کالی یوگا هم 1200 سال طول میکشه. نه خدمتتون عرض کنم که اینجوری که اینجا گفته شده. و ما الان در عصر چی به سر میبریم؟ پس ما در عصر کالی یوگا به سر نمیبریم. اینا برگشتن گفتن که کالی یوگا از سال 499 میلادی آغاز شده و در سال 1699 میلادی به پایان رسیده و ما اکنون در دوره دوواپرا یوگا به سر میبریم. اینو کی گفته؟ شری یوکتشوار گفته. خیلی حالا محاسبات شری یوکتشوار به چه صورته من اینو براتون میارم. اما قبل از اینکه برم سراغ محاسبات شری یوکتشوار یه نکته دیگری رو هم اینجا بیارم که خدمتتون ارائه بدم که اینو از مقاله توصیف آخر از زمان در متون هندو و تطبیق آن بر عصر حاضر گرفتم که البته بر اساس متون هندو اینا آوردن که میگه که اینطور گفتن ستاره شناسان ودایی که ما اکنون در کالی یوگا یا دوره آهن از 28مین چاتور یوگا یعنی از 28مین مهایوگا در 7مین منونتره در نخستین کلپه از نیمه دوم عمر برهمن بسر میبریم. از آخر بریم. اولا که گفتیم یک عمر برهمن چند سال 100 سال برهمایی. 100 سال برهمایی. بعد 100 سال برهمایی هر روزش چند تا کلپه بود؟ هر روزش 2 کلپه، چون یک کلپه میشه روز، یک کلپه میشه شب. 100 سال برهمن هر روزش 2 کلپه است. ببینید و اینجا گفتن که ما اولا تو نیمه دوم عمر برهمن هستیم، یعنی از 50 سالش
گذشتیم 50 سال به رحمایی ها. بعد بریم ریستر بشیم. هر کلپه چند تا منونتره بود؟ هر کلپه اینجا گفتیم هر کلپه 14 تا منونتره بود. هر کلپه 14 تا منونتره بود و هر منونتره 71 تا مهایوگه. حالا آریاباتیا چی میگه؟ آریاباتیا و اساتید قبل از اون که خب آریاباتیا بر اساس سوریا سیدنتا و ویشنو پورانا اینا رو در آورده بود دیگه. این اساتید چی میگن؟ میگن که از اون 14 تا منونتره‌ای که یک کلپه رو میسازه ما توی هفتمیش به سر میبریم، یعنی وسط. یعنی وسط روز به رحمایی هستیم، یعنی در حدود ظهر هستیم، اینجوری بگیم. بعد یه دونه منونتره چند تا مهایوگه میشد یا چاتوریوگه میشد؟ 71 چاتوریوگه میشد. ما توی کدومش هستیم؟ تو هشتمیش هستیم. بعد از این چاتوریوگه یا مهایوگه ما توی کدوم قسمتش قرار داریم؟ تو دوره چهارمش هستیم، توی کالیش هستیم. اینا رو ما تطبیق بدیم روی یه روز انسانی که بتونیم راحت‌تر در موردش صحبت کنیم. اینجوری حساب کنیم که ما 24 شبانه روز 24 ساعت داریم توی شبانه روزمون و به رحما ساعتاش چند تاست؟ اینجا اومدیم 14 تا روزشه، 14 تا شبش. یعنی یک شبانه روز به رحما یک کلپه میشه روز، یک کلپهش. یه شبانه روز به رحما 28 تا منونتره داره. منونتره رو ما بگیریم ساعت به رحمایی. پس ما الان در حدود ساعت 12 ظهر هستیم اگر بخوایم خودمون رو مقایسه کنیم. و هر ساعت رو ما بگیریم که خدمتتون عرض کنم یه منونتره. هر ساعت یه منونتره و ساعت ما 60 دقیقه داره. مال اونا چقدر داره؟ 71 تا بخش داره یه ساعتش به رحما. وقتی بخوایم این شکلی نگاهش بکنیم پس میشه که ما در حقیقت در حدود ساعت 11 و خورده صبح از نظر به رحمایی هستیم، زندگی به رحمایی هستیم و توی حدود ساعت چون از 71 تا 8 تاش گذشته یه چیزی در حدود 11 و مثلا 7 دقیقه صبح و از اون 7 دقیقه هم تو بخش چهارمش هستیم، یعنی 11 و 6 دقیقه و مثلا 45 ثانیه صبح زندگی خودمون رو بگیریم. به رحمان تو یک این حالتی از زندگی خودش قرار داره و تو چه عمری؟ بالای 50 سال، یعنی حدود 50 سال، بالای 50 سال از عمر خودش به نسبت خودمون بگیر. اون منطقه تو عمر خودش نیمه آفرینش هستیم. توی یکی از روزهای آفرینش 11 و 6 دقیقه و 45 ثانیه به نسبت روزهای خودمون بگیریم. حالا این محاسبه دقیق تری که توی کدوم یکی از اون روزهای 365 روز هستیم اینا حالا بماند دیگه. اما گفتم که نوع دیگری از نگاه هست به این دوره ها. من یه لحظه استوب میکنم که حجم فیلم خیلی بالا نره، بعد دوباره شروع میکنم حرفم. بقیه حرفمو سریع به پایان ببرم.
خب دوستان گرامی، من بقیه صحبتمو 7-10 دقیقه دیگه با این زمان و دوره ها ادامه میدم. بقیه بحث رو البته رسیدم به آخر تقریبا بحث زمان و دوره ها. بقیه بحث رو اگه لازم شد جلسه دیگه ادامه میدم. 7-8 دقیقه دیگه صحبت میکنم روی این مسئله. این نموداری که اینجا میبینید دیاگرام از کتاب The Holy Science یا علم مقدس از شری یوکتشوار است. این دیاگرام که تو این دیاگرام شری یوکتشوار نشون میده که اولا این دوره های زمانی رو نشون میده توی مهایوگا. بعد نشون میده که ما توی کالی یوگا نیستیم. اینجا میبینید این خطچینا که داره نشون دوآپرا یوگا میگه ما تو دوآپرا یوگا هستیم و به طور دقیق بخوام بهتون نشون بدم اینجا کتاب شری یوکتشوار من باز شده دارم بهتون نشون بدم که از سلف ریالیزیشن فلوشیپ SRF منتشر شده. این کتاب جمعیتی که پارامانس یوگاناندا پایه‌گذاری کرده. بعد تو اینجا بیارم به طور دقیق اون نمودار رو این نموداری که من آوردم تو کتاب. بعد اینجا داره توضیح میده شری یوکتشوار که میگه ما در سال 499 میلادی وارد کالی یوگا شدیم و به خدمتتون عرض کنم که اینجا داره توضیح میده که میگه هر کدوم از این دوره ها 12,000 سال طول میکشه که از این 12,000 سال 4,800 سالش توی دوره خدمتتون عرض کنم که کل این 12,000 سال میگه دارما اولا و بعد میگه که از این 12,000 سال 4,800 سالش اینجا فکر کنم گفته، من بیارم دقیق بهتون نشون میده. اینجا گفت میگه که 4,800 سالش به 4/20 از کل دوره توی ساتیا یوگا هست، اسمشو میگه ساتیا یوگا. بعد 3,600 سالش توی خدمت تریتا یوگا هست. اون ساتیا یوگا یعنی دوره طلایی، تریتا یوگا یعنی دوره نقره‌ای. یه 3,600 سالش تو دوره نقره‌ای هست و به خدمتتون عرض کنم که 2,400 سالش در دوآپارا یوگا هست یعنی دوره برنزی و بعد 1,200 سالش در دوره کالی یوگا هست. بعد محاسبه میکنه میگه که ما الان توی کجا قرار داریم. اینجا به ما داده میگه کالی یوگا عبور کرد. میگه کل این دایره 24,000 سال طول میکشه، نصفش 12,000 سال. میگه ما عبور کردیم از این 12,000 سال و این تیکر هم عبور کردیم و از سال 499 میلادی وارد این قسمت شدیم که تمام شده کالی یوگا. در سال 1699 میلادی ما اینجا کالی یوگا رو ازش رد شدیم، الان توی دوآپارا یوگا هستیم. حالا اینا به چه معنی است؟ یعنی دوآپارا و این مسائل به چه معنی است؟ اینا معنیش توی فرهنگ ودایی خیلی مهمه که دوره طلایی دوره‌ای هست که بهش میگیم ساتیا یوگا. دوره طلایی دوره‌ای هست که حکمت، معرفت،
خدمت، دانش بشری، دانش درونی در حد اعلاست و همه تمام وجودشون رهاست از قید و بندها، توی جامعه بشری رهاست. وقتی میایم وارد دوره نقره‌ای میشیم که ترتا یوگا بود، توی اون دوره 1/4 از وجود انسان مادی میشه، یعنی ذهن انسان درگیر مسائل مادی میشه و وجود انسان، زندگی انسان درگیر مسائل مادی میشه که به حکمت و معرفت افت میکنه و مسائل مادی اوج میگیره. وقتی وارد دوآپارا یوگا میشیم که دوره برنزی، خدمتتون عرض کنم که نصف وجود انسان ها و جامعه بشری درگیر مادیاته و وقتی وارد کالی یوگا میشیم 3/4 وجود انسان ها درگیر مادیات، 1/4 رهاست. وقتی در وسط عصر کالی یوگا قرار میگیریم تقریبا تمام وجود انسان ها رو مادیات فرا میگیره، جنگ و نیستی و امراض و بیماری ها و درگیری انسان در تکنولوژی و دور شدن هرچه بیشتر از مسائل معنوی و خدمت هست. و بعد دوباره کم کم این کمرنگ میشه تا میرسه به انتهای کالی یوگا، دوباره انسان بازگشت میکنه به اون 2/4، یعنی اون 50% و بعد دوباره دوآپارا یوگا افزایش پیدا میکنه معنویت تا برسیم به نقطه انتهایی تاریخ. این یه مهایوگای دایره‌ای و دوام. ولی دیدید که میزان سالی که ستاره شناسای بزرگی مثل آریاباتیا و لالا و گوپتا عنوان کرده بودن با اون چیزی که شری یوکتشوار عنوان میکنه خیلی متفاوت، میزان سالش هم خیلی متفاوته و اینکه یک تعدادی از ستاره شناسان اصلا شیوه شری یوکتشوار رو پیگیری کردن، الان یه سری ستاره شناسان همون دنباله ستاره شناسی ودایی رو که از اعصار باستان به ما رسیده و کامل شده به مرور توسط ستاره شناسان، اونو دارم پیگیری میکنم. حالا توی کتاب دانش مقدس، علم مقدس، صرفاً به همین 24,000 سال دوری کوتاه بسنده نکرده. این 24,000 سال هم حالا بهش میرسیم که شری یوکتشوار داره ازش صحبت میکنه. این 24,000 سال هم که دور کوچکتر کیهانی هست که 12 صورت فلکی یه دور کامل طی میکنن در کره زمین، اینا هم ستاره شناسی 24,000 سال نمیدونه. شری یوکتشوار گفته 24,000 سال کل این دایره زمانی بزرگ که کل صورت‌های فلکی، اینجا دقت کنید نشون داده دیگه، صورت‌های فلکی رو نشون داده که اریز هست، پایسیز هست، اکواریوس هست الاخر، بره، ماهی، اینطور الاخر بریم جلو، آوند و اینا. ولی توی ستاره شناسی میگه 25,780 سال طول میکشه بر اساس مشاهدات فلکی. اینا همش ذهنی نیست. به نظر میرسه شری یوکتشوار، من اینجوری اسم میکنم که یا اون چیزی که دانشان نشون میده نه حس میکنم، یعنی که شری یوکتشوار خیلی اینجا روند کرده اعداد و بعد بحثی که شری یوکتشوار داره میکنه راجع به کالی یوگا، راجع به دوره‌های زمانی کوتاه داره حرف میزنه. یعنی این 25,780 سالی که یه دور این صورت‌های فلکی طی میکنن، میچرخن، دوباره ما میرسیم به نقطه ابتدا. راجع به این صحبت میکنه، در حالی که اون آریاباتیا داره رون 4,320,000 سال صحبت میکنه، یعنی دوره زمانی بزرگتری رو داره ازش حرف میزنه. اصلا بحث آریاباتیا این نیست و بحثش در مورد این دورهای زمانی کوتاه نیست و
اون جایی هم که داره صحبت میکنه 3102 پیش از میلاد 18 فوریه میگه ما وارد کالی یوگه شدیم، راجع به این دوره‌های کوچیک صحبت میکنه. آریاباتیا و لالا متکی بر مشاهداتشون از ارتباط زمین و ماه دارن صحبت میکنن که میگن 3102 پیش از میلادی وارد عصر کالی شدیم و تا اون جوری که اونجا داده 400 خورده سال هم طول میکشه تا خارج بشه. خب اما خوش ریوکتشوار اینجا ادامه داده و دوره‌های بزرگتر هم بررسی کرده که من ورود نمی کنم بهش چون بحث هم نیست اصلا. بعداً تو یک شاید اصلا گفتار مجزایی بیام راجع و خود این علم مقدسش ریوکتشوار یه دوره بذارم راجعش صحبت کنم، اونو بهش میرسیم. اما یه بحث دیگه که وجود داره اینو میگم دیگه، عبور میکنم بقیهشو میذارم از جزو خودتون ببینید. راجع به تیتی هست که روز به ودایی هست که در موردش اینجا خدمتتون عرض کنم صحبت کردم که یک سال ودایی همون 365 روزه و خدمتتون عرض کنم اما اینکه 365 روز از کی شروع میشه 23 ژانویه 23 دسامبر شروع میشه و نه اینجا تقویمشو دادم خدمت. این نماد خدای هندوس، خدای زمان و اینا رو دیگه میذارم باده خودتون یه مقدار مطالعه بکنید چون بخواین بحثا رو کاملا بهش بپردازم. البته بخش زیادیش رو تو گفتم من بهشون پرداختم، به رحمن و به رحمه و اینا رو همه رو گفتم، اما بخوام به تمام اینا تک تک بپردازم تا کل آخر دوره باید من راجع به اینا زمان از دید مکاتب مختلف هندی مسائل صحبت کنم و بهش بپردازم، خیلی طول میکشه. برسم به بحث روز، در مورد روز صحبت کنم. اما برسیم به تقویم ودایی که اینجا در موردش من صحبت کردم که پایه ستاره شناسیش چی هست. میرسیم به ماه ها. 12 تا ماه شمسی رو مطرح میکنه تو تقویم ستاره شناسی ودایی که اسمشون رو میذاره راشی. البته راشی رو به بروج فلکی هم نسبت میده اسمشو که بهش میرسیم تو بحثای شاید گفتار بعدی، شاید هم 2 گفتار بعدی بهش برسیم، یعنی 2 هفته بعد که بحثای اصلی اون نمودار زایشه. من اینجا جدول ماه‌های شمسی خورشیدی رو آوردم که هم از دید جدول سالنمای ویکرامی که مهمترین تقویم هندو است و مالایالام، 2 تا خیلی مهمه، و اینکه ماهاشون تطبیق میکنه با چه ماهایی در تقویم میلادی. اینجا براتون جدول آوردم و اسامی ماها رو هم دادم توی ویکرامی و مالایالام. و ماهای قمری رو دارن که توی اینجا باز فهرست ماهای قمری یا بر اساس چرخش ماه به دور زمین رو دادم در اساس تقویم ویکرامی که اسم ماهای قمریشون چیه و با کدوم ماه در تقویم میلادی تطبیق میکنه. میرسیم به روز و ساعت که روز و ساعت در مورد ساعت صحبت کردم که حدوداً 48 دقیقه میشد و اینجا گفتم که بر اساس مدارهای بیضوی مدت یک تیتی یعنی یک روز بین 21 ساعت 21 و نیم ساعت تا 26 ساعت متغیر، روزها ثابت نیستن ولی خب به طور معمول هم 24 ساعت میگیرن مثل بقیه افراد، ولی توی تقویم هندو و محاسبات دقیق ستاره شناسی ودایی
روزها یکی نیست طولشون. بعضی روزها 21 ساعت و نیمه، بعضی روزها 26 ساعت طبق ساعت 60 دقیقه‌ای که ما داریم و اینا بر اساس محاسباتیه که وجود داره و 1 ساعت تقویم هندو 48 دقیقه ماست که بهش گفته میشه تیتی. و اما روزهای هفتهشون چه نام داره؟ اولا از یک شنبه شروع میشه هفته ما به اصطلاح هندو یا ودایی که روز یک شنبه رو میگن راویو واسارا یا آدیتیا واسارا، روز دوشنبه سوما واسارا یا ایندو واسارا، روز سه‌شنبه مانگالا واسارا یا بهاوما واسارا، روز چهارشنبه بودا واسارا یا ساومیا واسارا و روز پنجشنبه و اینها همه رو من خدمتون اینجا توی این جدول آوردم و میتونید مشاهده بکنید و مطالعه بکنید اگه دوست داشتید. البته اینا اکثر خیلی از این مطالب به طور دقیق ربط پیدا نمیکنه به محاسبات چارت ما، ولی توی آنالیز چارت ما خیلی تاثیر میذاره. مثلا این روزهای هفته چه ارتباطی داره با این اسما و چه ارتباطی داره با سیارات و کواکب. هر کدوم از این روزها با کواکب و سیارات و صورتهای فلکی که اینجا اسماشون اومده مرتبط. حالا میرسیم بهش. یا ماه‌ها هر کدومش، چه ماه قمری چه ماه خورشیدی، مرتبط میشه. اون اسامی مرتبط هم با صورتهای فلکی و خدایان هندو که اون خدایان هندو خودشون باز مرتبط هم با این سیارات و صورتهای فلکی. اینا رو که من آوردم ارتباط دقیق با محاسبات نداره، ولی تو آنالیز محاسبات و اون آنالیزی که ما روی چارت میدیم برای از بین بردن کارما و اصلاح کارما، اونجا اینا خودشون نشون میده. برای همین من اینا رو آوردم که داشته باشید. اون زمان من برگشت میکنم روی اینا، یعنی تمام اطلاعاتی که الان دادم اینجا و گفتم خودتون مطالعه کنید، چون من بخوام تمامش رو بگم بعد تا آخر دوره راجع به اینا حرف بزنم. اینا رو گفتم خودتون دیگه آوردم براتون مطالعه بکنید، برای اینه که بعداً من توی آنالیز هم برگشت میکنم روی اینا. و اگر مطالعه کرده باشید خیلی راحت‌تر میتونید مطالبی که من ارائه میکنم اون زمان، چون تو ذهنتون دارید، اونجا میتونید سریعا ربطش رو متوجه بشید و آنالیز رو متوجه بشید چرا به این شکل در اون. اگر هم مطالعه نکنید اینا رو، اون آمادگی ذهنی وجود نداره و اونجا سخت میشه. لطف کنید مطالبی که آوردم من البته از منابع خیلی زیادی تا همینجا فکر میکنم یه چیزی در حدود 60-70 تا منبع و تا همینجا استفاده کردم که این مطالب رو خدمتتون دادم و گردآوری کردم یا خودم بر اساس دانشم یه جایی رو آنالیز میکنم خدمتتون میگم که هرچی میریم جلوی آنالیزهای خودم بیشتر میشه. مطالعه بفرمایید و امیدوارم مورد استفادهتون باشه. تا هفته آینده که من میخوام وارد مباحث خیلی فنی بشم و شروع کنم به تعریف پایه روی اینکه چه بخشایی داره یه چارت ودایی و هر کدوم از اون بخشا چه معانی دارن، چه مفاهیمی دارن و چه تأثیراتی دارن و چه چیزی رو از سرنوشت یک انسان یا یک موضوع بیان میکنم. بحثای پایه‌اش رو از هفته دیگه شروع میکنم، میرم جلو. همتون رو به خدای بزرگ میسپارم. براتون آرزوی شادی و سرفرازی و پیروزی میکنم.